راجع به آمریکایی و تلویزیون آمریکایی حرف بزنم، ولی ارق ملی من، میهن من به من حکم میکنه که راجع به وطنم، راجع به مردمان وطنم فکر کنم، بیاندیشم. یارو تو تلویزیون این پسره ولد زنا، میگم این کلمه رو، هیچ ابایی هم نداره، نشسته میگه وایس آف امریکا ما داریم میاییم، آقای منظم من با تو کار دارم، این سناتوره رفیق منه. خدا رو شکر نگفت پرویز ثابتیشون رفیقشه، تیمسار نصیری رفیقشه، خدا رو شکر اینا رو نگو، گفت سناتوره رفیقمه. که علاقه مزقه به یه جامعه مریض بیمار بی اطلاع، مردم تقصیر ندارن، قاطی نکنی و نگی من دارم به مردم از داستان من جدان. من تفکیک میکنم بین مردم و الیت جامعه، مسئولین جامعه، من خط پررنگ میذارم اون وسط. مردم زندگیشون چیکار دارم میکنم. ما وظیفمونه یه راهنما باشیم، الگو باشیم، چراغ کش باشیم، بلد راه باشیم، راه رو بهش نشون بدیم.